این ساختمونی که پشت سر من میبینید جاییه که سخت‌ترین روزای کاریمو از بعد ورود اینجا تجربه کردم. آره اونم خیلی برام سخت بود. روزانه چند هزار تا کباب یه نفره، یعنی باید همه کارا رو از خورد کردن گوشت و چرخ کردن و سیخ کردن و شستن و به شما گاربیج بردنش و تی کشیدنش همش یه نفر باید انجام میداد. سیستم اینجا اینطوری میپذیره و اینطوری میخواستن انجام بدم، منم انجام دادم. یه چند ماهی اونجا من موندم کار کردم تا اینکه تونستم یکی از شعبه‌های خود شاطر عباس رو ازشون کرایه کنم، رنت کنم اون شعبه‌شون رو که توی خیابون شپرد بود. این همون شعبه شاطر عباسه که من 2 سال کرایه‌اش کردم. اینجا هم روزای سختی داشتم هم روزای خوب. چقدر طول کشید تا به این مرحله رسیدی که بتونی بری رنت کنی؟ 6 ماه طول کشید. یعنی میخواستن شعبه‌هاشون رو رنت بدن، فرانچایز کرده بودن تقریبا. من یکی از شعبه‌هاشون رو تونستم رنت کنم. اون شعبهشون که تو خیابون شپرد بود، بیرون بر بود. 2 سال من اونجا رو رنت کردم. کرونا اومد، یعنی من اونجا رو که گرفتم کووید شد و حالا اون شرایط سخت اومدن توی زمستون بود. آره، به تورنتو. بیزینس هم با کووید شروع شد. آره همش چالش بود، یعنی هر چی میرفتم جلوی چالش جدیدی میمد روبرو. بعضی موقع ما خودمون چالش رو میسازیم، بعضی موقع خودش میاد. من یادمه اون زمانی که توی شاطر عباس کار میکردم یه روزای 5 صبح میرفتم 11 شب برمیگشتم خونه. بعدم که حالا ازشون شعبه گرفتم، مالکش آره بودی. مالک بودم. مالک حالا اون بیزینس توی مقطع 2 ساله از ساعت فکر میکنم 10:30 اونجا کار شروع میشد تا 11:30 شب ما اونجا درگیر کار کردن بودیم و خوب بود. چند ماه اول کووید یه مقدار سخت بود چون هیچ کدوم نمی‌دونستیم مثلا این بیماری چیه، چه کار باید کنیم، مثلا آره دنیا ادامه پیدا میکنه ما زندگی کنیم. خوب بود اونجا من احساس کردم که دیگه من باید بیزینسی داشته باشم که خودم از صفر اون بیزینس رو بسازم. الان شناختم، آدم‌ها رو شناختم، فهمیدم چطوری باید بیزینس رو شروع کنم. اومدیم این نایب رو شروع کردیم که خودش هم یه داستان خیلی بزرگی داره. از روز اول 3 نفر بودیم، 2 نفر شدیم، الان 1 نفریم. همه اینا الان دیگه خودت. آره الان دیگه منم. ولی از روز اول میگم من بودم. 3 نفره شروع کردیم اینجا رو، تو همون ماه اول 2 نفره شدیم، الان هم که 1 نفره. خودمم اینجا هم خیلی چالش داشت. اینجا هم تو کووید بود، تو همون تایمایی که لاکداون میکردن باز میکردن، میبستن رستورانا رو، داینینگا میبستن، تیکاتو باز میذاشتن. خیلی اونم سخت بود، چالش خودش رو داشت. اینجا الان 3 سال است. الان دیسمبر تولد یعنی 3 سالش تموم میشه، میره تو سال 4. بعد که سال 3 رو فوت کنیم. 3 سال طول کشید نایب تا امروز. خیلی سخته. تو ایران اینقدر مشکل نیست بیزینس باز کردن و رستوران داری. واقعا؟ آره ایران نیرو انسانی ماهر خیلی بیشتر هست. کشور خودمونه. خیلی نسبت درآمدی اونجا خیلی بیشتره نسبت به چیزی که شما مثلا اونجا ممکنه 40% رستوران داره بتونه سود کنه، ولی اینجا نمیتونی. اینجا نیرو انسانی زیاده، مالیات حجمش زیاده. نیرو انسانی زیاده منظورتون اینه که هزینه‌اش زیاده. هزینه‌اش نه اینکه کلا اینجا نیرو انسانی گرونه. آره اینطوری هم نیست اون گرونی بابت این باشه که اون نیرو انسانی خیلی داره پول در میاره. نه، اون بهایی که بابت اون ساعت پرداخت میشه برای بیزینس‌ها زیاده، مثلا برای بیزینس‌های کوچیکی که ما هستیم. وگرنه اون کسی هم که کار جنرال انجام میده تو بیزینس‌های اسمالی مثل ماها، اونم خیلی درآمد خیلی بزرگی نداره. آورده آنچنانی براش. آره برای بیزینس ها اون حجم تو اون ساعته و اون تعداد خیلی زیاد میشه. الان خوشحالی؟ خوبم. برنامه داری برای آینده؟ خیلی زیاد برنامه ریزی خیلی، یعنی از الان دیگه من شروع کردم، یعنی از اون قالب قدیمی که تو این 5 سالی که اومدم توی قالب سخت کاری بدنی گیر کرده بودم من. الان نه، الان اون فکرایی که از قدیم
از قبل از اینکه بیام اینجا تو بیزنسم تو ایران داشتم که دوست داشتم اجرایشون کنم، که یه مقدارش اونجا انجام دادم، یه مقدارش موند. اونا رو میخوام ببرم جلو، یکم تلاش میخواد و که شما میکنی. آره اون هست. پشت کارش هم که پشت داری. کارم سعی میکنم خیلی زود انجامش بدم. خیلی از مخاطبایی که الان فیلم شما رو دارن میبینن قطعا کسایی هستن که میخوان مهاجرت بکنن. چی داری بهشون بگی؟ خود من مثال خودم رو میزنم، چون همیشه ما مسافرت کرده بودیم از ایران به کشورهایی که حالا اطراف ایران بود، حالا یکم بالاتر میشد اروپا، میرفتیم میگشتیم. برای مسافرت خیلی متفاوته، ولی وقتی مهاجرت میکنه قصه فرق میکنه. خیلی سخت‌تر از اون چیزی که آدم اصلا فکرشو نمیتونی بکنی اینقدر سخته. یعنی میای اینجا با یه چیزایی روبرو میشی که اگر قوی نباشی، اگر اون مهاجرت یه دلیل محکمی نداشته باشه، یا خیلی روزا بهت سخت میگذره، یا اینکه مجبور میشی برگرد، تسلیم میشی. دقیقاً تسلیم میشی. سخته، ولی اگه هدف داشته باشن عالی میشه. پس الان خوشحالی. هم تو همین شهری که من هستم که خیلی ایرانی هم زیاد داره، هموطنامون هستن، آدمای بسیار موفقی هستن که اونا هم تو روز خودشون خیلی سختی کشیدن. یعنی داستان هر کدومشون رو میخونی، همشون این سختی ها رو گذروندن، ولی الان جز بهترین هستن. تو هر جابی که نگاه کنی مهاجرا و حتی ایرانیایی هستن که بی‌نظیرن تو کار خودشون. چرا کانادا رو انتخاب کردی برای مهاجرت؟ کانادا قبلش اومده بودی؟ آره یه بار اومدم به عنوان مسافرت اومدم کانادا، یک ماهی موندم، گشتم، بازم اون مسافرتی بود. یعنی به چشم، به قول معروف میگم به چشم خریدار نگاه نکردم کانادا رو. مسافرتی بود، اومدم دیدم، بعدم نیومد، خوشم اومد، چون تو اون تایمه جز کشورهایی بود که ما راحت‌تر میتونستیم بیایم و اینکه فامیلی داشتم اینجا. خانواده داشتم آره اینجا. فامیلی بود اینجا و اون برام بهتر بود که بیام. حالا یه جایی برم که اصلا کسی نباشه، باز اون یه قوتی بود که حالا فامیلی اینجا هست و من میتونی بهمون بگی توی چند سالگی مهاجرت کردی؟ 33 سالگی بود. معمولا میگن از 30 سال به بعد یه ذره سخته که مهاجرت کنی. چطور دیدی اینو؟ زودتر بیان کسی که میخواد بیاد؟ زودتر. آره. یعنی به نظر من قبل 30 سال اگر قبل از 20 سال باشه که حالا با خانواده کسی بیاد خیلی خوبه که خانواده بتونن ساپورت کنن حالا اون نوجوانیه که میاد، ولی بین 20 تا قبل 30 خیلی عالیه به نظر من. چون آدما بعد 30 سالگی شخصیتشون تقریبا شکل گرفته. بله. ماها زیر بار یه سری چیزا نمیرن. یه سری چیزا رو میبینی اینجا، یه سری کارا رو باید انجام بدی که قبلش هیچ وقت انجام ندادی و مجبور میشی انجام بدی. نه که نمیتونن آدم ها انجام بدن، فکر اون کاره هی اون روزا اذیتشون میکنه، ولی قبلش خب آدم انعطاف پذیره نرسیده به اون جایی که این کارا رو انجام داده باشه یا نداده باشه. بعد خیلی هم تا قبل از 30 سالگی زندگیشون شکل ندادن. بعد تو کشور ما جوونا به نظر من قبل از 30 سال خیلی راحت تر زندگی میکنن، کمتر به چیزی فکر میکنن. حالا استثناتشون هست، آدمای موفق هم هستن، ولی بعد 30 سال خیلی سخت تره. هرچی میریم بالاتر که دیگه خیلی سخت تر میشه. من بعضی موقع یه سری دوست داره میبینم اینجا که 50 سنشون رد کرده و تازه مهاجرت کردن، من یکم امیدوارتر میشم که اونا چه سختیایی باید تحمل کنن اینجا زندگی کنن. درسته. ولی هدف داشته باشه کسی، به نظر من مکان مهم نیست براش. اینجا رو پس پیشنهاد میکنی برای مهاجرت؟ بله خیلی خوبه، برای کسایی که هدف داشته باشن عالیه، میتونن به نتیجه برسن. 100% سخته، فقط باید قوی باشن. قوانینش باید یاد بگیرن. دقیقاً باید تن به یه سری چیزا بدن از نظر کاری که هیچ وقت فکرشو نمی‌کردن.
مرسی ازت. خواهش میکنم. مرسی از شما.